X7 هستم. اومدیم با هم دیگه رویدادی جدید اومده رو خب بچه نگاه کنید آپدیت جدید اومده امروز گیم رو باز کردم و من به این چیز که دیدم اینا بودن. حالا کارهایشون رو نفهمیدم. تو کلش اسکواد میشه ریوایف کرد از دور، توی بترنک هم ای پی میده، این چیزا وست میده، گلووال اینچنتد و زوم و این چیزا. اینم که شاپ دستی خودتون. بچه این تغییر کرده چیه؟ خب بچه کارهای همشون رو میفهمیم. اول توی کلش اسکواد رو استارت میکنیم، اینو میذاریم ببینیم چیه. بچه این گزینه به نام ایونت تغییر کرده. این بچه کاراکتر جدید هم اومده. این کاراکتر رو من بذارم. این چه کاراکتریه بچه؟ خب بچه کاراکتر اینم گذاشتیم. بایستین با قدرت بکرنک اومدیم. اینو میذاریم اوریون. بکنم اینجا باشه کاراکتری کلاس اسکواد. بچه این کاراکتر جدید اومده. خب بچه یه کاراکتر مکسین هم میذاریم. مکسین که گذاشتیم. آره ما یا عقابه یا این وسته میذاریم. آره وسته بذاریم. خب بچه کلاش اسکواد رو استارت میکنیم. ای وای خب اون شاب دستیه شبیه شاب دستیه رو نتونستیم بیاریم. بچه این کاراکتر رو من باید تست کنم ببینم چیه. این چیه؟ بچه ها میتونین گرباد و این چیزا درست کنیم. بچه ها بایستیم تست کنیم. یه جای تست کنیم بچه چقدر باحال این آپدیت. خب این چیه؟ کارا اینو بچه ها نفهمیدیم. بچه ما اینجا یه گرباد میسازیم. بچه ها چه سمیه؟ بچه ها چه کاراکترهای باحالی اومده توی گیم. بچه ها اینا هم ثانیه می‌نویسن. توی قدرت ها نگاه کنید ثانیه می‌نویسن که چند ثانیه دیگه پر میشه. خوبه نیاز داشتیم. بچه ها اگه توجه کنید هر اینا یه چیز قرمزه مثل مار و این چیزا. Double kill. بچه ها اینم کاراکتر فهمیدم یه چیزی مثل زونه. Double بچه ها kill. کاراکتر هم یه چیزی مثل زونه. خیلی کاراکتر جدید باحاله. چند دقیقه است 3 دقیقه است ریکورد کردیم بچه ها. میخریم. خب این چیه؟ اینو ما مثلا اینجا میزنیم. بچه اینو مثل دیواره یه نوع یخه ولی کنده نمیشه. جالبه بچه. این کاراکتر پر شد. بچه این چه سمیه؟ تو رو خدا یکی به من بگه چرا میشه وسطش رد شد. First blood. بچه این چه سمیه؟ باید میبینم این چه قدرتیه بچه. میگم این چه گانیه. بزنیمش. بچه گان جدید اومده. بایستی ببینم. بچه گان جدید اومده. چقدر گان جدیدم باحاله بچه. گان جدید اومده تو بازی. اسمش فکر کنم ویندوز یه چیز شبیه ویندوز. باید بگیم Double kill.
بچه این گانه رو من باید بگیرم بفهمم چیه. چه گانه سمیه اینا بچه 12 تیر میخوره. خب بر هر تیر 60 دمیج میده. خب بچه ما تنها چیزی که نزدیم آتیش آبی هست. بچه آتیش آبی هم اینجا زدیم. خب بچه ببینیم آتیش آبی چیه. این که مثل آتیش معمولیه ولی یکم سریع‌تر بچه. این یه کاراکتری هم اومده اینجا نمیدونم چیه. جالب بود برام. این گانه فکر کنم بچه این گانه دورزن هم هست. ولی من نمیدونم چرا اسکوپم کار نمیکنه. وایسین شاید مشکل از اسکوپ منه. بله بچه اسکوپمون خراب بود. Double kill. خب بچه یارم موره. بچه این گانه توکن میخوره. Triple kill. لمس خنده. بچه ما سریع اینو بزنیم بریم آپدیت دیگه هم بررسی کنیم. 7 دقیقه است بچه داریم ریکورد میکنیم. 600 میکنیم. بچه یه همه اونجا. بچه زوم تغییر کرده ها. نگاه زوم هم جالب شده. First blood. بچه اسکوپش کار نمیکنه. الان گان نمیدونم چه مشکل با اسکوپ داره. بچه گانه با اسکوپ مشکل داره. Double kill. اسکوپش کار نمیکنه ها بچه. Triple kill. گانه چیز خفنیه ولی خب اسکوپش کار نمیکنه. به درد ما نمیخوره. خب بچه اینم از اینجا من ویدیو رو استاپ میکنم. ادامه رو چی میکنیم. خب بچه اینم بود از این قدرت ها. خب این قدرت که یکم نه خیلی چرته. اینم که فکر کنم آره ریوایوره. توی بتل رویال ببینیم چطور کار میکنه. توی بتل رویال هم اینجوریه. این توی کلش اسکواد چجوریه نمیاره. اینم بله مثلا 600 تا سکه میدی. ایدبلتون رو براتون فول سایلنسر میکنه و این چیزا. توی کلش اسکواد هم دقیقا همینطور میتونید سایلنسر بندازید. پس ما اینو برمیداریم چون یه قدرت خوبیه. بسیار عالیه. بسیار نه یکم اینم میذاریم. خب بچه یه سری چیزام وارد بازی شده که هنوز نگفتم. و بچه یه دونه بریم بتل رنک ببینیم چه خبره. ببینیم اصلا لابی بتل رنک اینجا چه شکلیه. بچه تا اسکنه من استوب میکنم. بچه لابی اینجاش خیلی جالب شده و یکم اینا خیلی دارن تیر میزنن. من صدام قطع میکنم استوب میکنم.
بچه ها نگاه کنید اصلا صدای توی هواپیما که اصلا میگه جین رون، خیلی صداش باله و اینم که دور من ببینیم اینجا چیزی نیست. پیکم که اومده به حالت عادیش. بچه ها اینو نمیدونم چیه توی هوا، اصلا نمیدونم چه ربطی به اینا داره. آرسنال ها قیافتون عوض شده اگر وقتی باشه اینطوریه. الان آرسنال وقتیه چون که این شکلیه و شکل آرسنال ها تغییر کرده. از نظر من خیلی قشنگ تر شده. گانای خوبی دیگه نمیذاره توی آرسنال. نگاه کنید بچه اصلا گانای آرسنال ها دیگه خوب نیست. اینجا هم توی هوا یه 4 تا گرگ و این چیزا هستن. گرگ بله این هم میتونیم اوکیش کنیم. روی جامپر هم که باشه اینطوری علامت میده که مثلا میافتیم. مثلا من دیگه به راحتی میتونم جامپر تنظیم کنم. من میتونم برم جامپر رو تنظیم کنم راحت برم کم. بچه اینم اضافه شده. این مثلا چرا این شکلیه و این رنگیه خودم هم نمیدونم اصلا چی بوده. بمبیه بچه ها 2 تا تیر میزنید نگاه کنید. آره آتیش پرد میکنه بچه ها، تیر بزنید آتیش پرد میکنه. خیلی جالبه. این 380 اینجوری شده. اصلا آپدیت خیلی خوبی گارینا داده بیرون. از نظر من این آپدیت بهتر آپدیت ناروتو، خیلی بهتره. جامپر بچه هم نمیشه تنظیم کرد. یه دقیقه ویدیو رو بگیرین این رو پهباده. بچه ما رفتیم یه جای دور و سریع اومدیم. بچه ها من الان اسبم، برام فلش زده که تو الان اسبی و من الان کجا اسبم؟ در ما میگه بیسیم توری ما میریم. آقا کیل مفت حلاره. بچه هم خواستیم کار کنیم که یارو فشار بخوری یه کوچولو. خیلی خوب دیگه. بچه ها ما خیلی کمپریم، اینو خودمون به خودمونم میگیم. بچه الان یعنی آرسناله. بچه خیلی آرسنال ها لوتاشون چرت شده. یه دونه اسنایپ گیرمون نمیاد. خب یه نفر اینجا نیست که ما بزنیم. بچه اینجا 2 تنمی
نتش عالیه بچه ها. نتش عالی. Double kill. من نمیخوام اسب باشم. اسب باشم جزئی اسبه. چرا من اصلا اسبم؟ حاضرم یه 8 پایه باشم ولی اسب نباشم. منطقیه. بیدری میره رو اولی. بچه هر آپدیت یه باگایی داره. ما هم در حال پیدا کردن باگاشیم. خدا کنه گارنا این ویدیو نبینه و آیدیمو پیدا نکنه. بچه چرا یخی من خودکاره. بچه راستی یه چیزی هم بهتون بگم. اینا به اون سکه میدن مثل یه آپدیت میده یادتونه و این 200 تا میده. جالبش به اینه. یه بچه یونتون شخماتیتی شد. بچه تیر کمیاب شده. یه تیر یا من بر نداشتم یا تیر کمیاب شده. یه بچه ما شدیم اسب. دوباره اسب. بچه ما دوباره برای بار دوم شدیم اسب. بچه هم فکر کنم ما قبلا سرمان خوردم. ما اسب تکشاخ نبودم. آقا من همون اسب خودم رو میخوام. چرا شدم اسب تکشاخ؟ Triple kill. چگونه فشار را برای یک انمی وارد کن. بچه یکی شد کرگدن. عکس کرگدن. بچه زوم متاسفانه هر آپدیت سرعتی تر میشه. و من تلاش میکنم به زوم گند برسم. بچه اینا فکر کنم اینا حذف میشن. الان کل تیما حذف شدن. زوم هم عجیب غریب شد. زوم آتیشیه. بچه آتیشی در از این زوم دیدین. Quadra kill. Your team's absolutely on fire. بچه وقت انجیزه. Dominating. خیلی زدم بچه تایم 10 دقیقه شده بچه. دیگه نمیشد چون که آپدیت ها خیلی زیاده. You feel heat? The rain is getting crazy. بچه چقدر زوم سگ شده. ببینیم توی باکس ها تو آپدیت جدید چی میاد.
بچه ها تیرش بی نهایت. بچه ها نگاه کنید، تیر اسپیدی بی نهایته. چرا یخ اینقدر دیر میده؟ نکن. بچه ها نامرد هد منو گرفته بود، ابک زد. خب بچه ها اگر نکته توی کامنت ها نگفتم و این چیزا یا آپدیت توی کامنت ها نگفتم، حتما توی کامنت ها، چه میگم توی کامنت، حتما توی کامنت ها شما بهم بگین اگه توی ویدیو نگفتم. دوستتون دارم. خداحافظ.